سربازان اوکراینی برای رسیدن به خط اول جنگ راه‌های دشوارگذر و مینه‌کاری شده را طی می‌کنند. اینجا احتیاط کنید. ببین آنجا مینه را سرش بیرون است. در یکان میترکد. این سربازان در نزدیکی دهه کلیچیفکا واقع در جنوب شهر بخموت نقب کردند. آنها به نیروهای روسیه مقاومت می‌کنند که سعی دارند به غرب حرکت کنند. با موضعهای ما بسیار حمله میکنند. برای سربازان پیاده‌گرد ما مشکل است، ولی بچه ها تا حد امکان ایستادگی میکنند. به خصوص در درون گیل باید اسلحه را 3 کیلومتر در درون همین گیل با خود بری، ولی بچه ها از عهده‌اش میبرایند، مقاومت میکنند، شکایت هم نمیکنند. نیروهای روسیه شب و روز و به آخر حمله میکنند. نوابسته از وضع هوا و لای گیل می آیند. کشتزارها از جسدهای آنها پر شدند. در بعضی منطقه ها فقط پیاده باید روید و جای نیست که از حمله های هوایی پناه برید. اگر جای ایستادنی هستید باید نزدیکی خندق باشید. حتی اگر خسته شده باشید هم باید در خندق پناه برید. آنجا که تور دارد شما را نمی بینند و در خندق از تیر امین می مانید. اگر در راه هموار باشی باید هر چه زودتر از آن گذری. اینجا را با بخاری قدیمه گرم میکنیم. همین جا میخوابیم. شمهای مخصوص برای نقب داریم که اینجا میمانیم. اینجا بالون گاز هست. با گاز هم میتوانیم که گرم کنیم. خندق را به سختی میکنیم ولی به هر صورت میکنیم. در حالی که اوکراین منتظر کمک‌های نظامی غرب است، سربازانش اینجا برای جنگ طولانی آماده میشوند. جنگی که حرکت از هر دو طرف مقابل سست است. خدا را شکر صحت و سلامت و زنده ایم. هیچ کس ما را ندید. خودمان اینجا آمدیم.